السلام علیکم به تمام شما دوستای عزیز و وطندارهای نهایت گرانقدر که فعلا تماشا کننده و بیننده قسمت دوم برنامه MGM حواله هستین. از خداوند لایزال امید دارم که همه تان از صحت کامل برخوردار باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. دوستای عزیز، من محمد جانباز میرزایی هستم. باز هم در خدمت شما عزیزا قرار دارم انشاءالله تا حد توان برنامه MGM حواله را قسمت هایی که باقی مانده براتان به طور عملی نشان میتم و راهنمایی میکنم. خب دوستای عزیز، در قسمت های قبلی ویدیو ما برتان تا قسمت حسابات مراجعین بر راهنمایی کردم و به طور عملی نشان دادم. بخش ثبت معلومات هم برتان نشان دادم که چه قسم شما میتونین معلوماتتان ثبت بکنین در برنامه و بخش مشاهده هم برتان این شکل به طور عملی نشان دادم که شما چه قسم میتونین راپورای روزمره تان از طریق تاریخ چک کنین یا حساب یکی را که میخواستین با جزئیاتش البته اگر ببینین چه قسم میتونستین شما مشاهده بکنین را. خب دوستا، در این قسمت ما حسابات مراجعین را براتون تشریح میکنم. اولش حسابات مراجعین به چه خاطر شما باید ای را استفاده بکنین یا به چه خاطر ای استفاده میشه او را براتون بگویم. دوستای عزیز، حسابات مراجعین پولای امانتی که البته از طرف یک نفر به طور دایم در پیشتان گذاشته میشه و از پیشتان گرفته میشه، به خاطر از حسابات مراجعین شما میتونین استفاده بکنین. در حسابات مراجعین این شکل قسمی که در بخش حواله در این قسمت به صرافای عزیز حساب باز میکنیم. این شکل در حسابات مراجعین نمو اشخاصی که پولایشان در پیشتان به طور امانت گذاشته میشه، برای اشخاص شما این شکل حساب باز میکنین و بعد از حساب باز کردن شما میتونین پولایی که در پیشتان امانت گذاشته میشه به نامای از او از طریق نمبر مسلسلش میتونین ذخیره بکنین یا در کتابچه از او میتونین ذخیره بکنین. خب دوستای عزیز، شما چه قسم میتونین در حسابات مراجعین به یک شخص حساب باز بکنین؟ در اینجا بازم در قسمت حسابات مراجعین، در صفحه حسابات مراجعین در قسمت راستش یک منو قرار داره. از طریق منو از آپشن ایجاد حساب شما میتونین برای یک شخص حساب باز بکنین، قسمی که من از قبل یک حساب باز کرده بودم. خب دوستای عزیز، به خاطر چک کردن در قسمت حواله آپشن اولنگه به نام حسابات مخاطبین بود، شما میتونستین از طریق از او چک بکنین. اما در حسابات مراجعین در قسمت پایین به نام لیست مراجعین است. از طریق لیست مراجعین شما میتونین حسابات مراجعین تان چک بکنین، از این طریق که چقدر شما مراجعین دارین و چقدر پولایشان در پیشتان امانت گذاشته شده، از این امانت ها چقدر گرفته شده یا را شما میتونین از طریق لیست مراجعین چک بکنین. خب دوستای عزیز، ما اول با یک شخص یک حساب باز میکنم. بعد از اون این قسمت هم این شکل بخش ثبت معلومات است یا بخش همون پولایی که شما میخواین در حساب یک نفر ثبت بکنین. از این طریق شما میتونین ثبت بکنین. و این قسمت هم بخش مشاهده است. بخش مشاهده حسابات مراجعین هم قسمی که در حسابات صرافا یا در قسمت حواله در یک قسمت در بخش مشاهده شما چه قسم کار میکردین، طریق کار کرده این بخش مشاهده حسابات مراجعین هم این شکل است. خب ما به خاطر عملی اول یک حساب باید باز بکنم. از طریق ایجاد حساب ما حساب باز میکنم. تا بال ما یک نفر یک امانت دار دارم در پیش خود. حالا میخوایم نفر دوم برش حساب باز بکنم به نام احمد. خب در قسمت نمبر مسلسل جدید همون نمبر جلد نفر که شما میخواین او را نوشته میکنین و در قسمت نام حساب جدید این شکل برای نام مراجع چی بود او را نوشته میکنین. اگر خواسته باشین عکسش هم داشته باشین در برنامه خود، از طریق وارد کردن عکس شما میتونین عکسش در پروگرام درج بکنین. اگر نخواسته باشین مستقیم تایید بگوین، برای این نفر حساب باز میشه. خب در قسمت لیست مراجعین دوباره رفته چک میکنیم. به نام احمد یک صفحه باز شده. در این صفحه ما این شکل هیچ معامله صورت نگرفته. با او خاطر فعلا مبلغ اخذ شده لیره، مبلغ پرداخت شده لیره و بقیه لیره هم صفر است. این شکل
بخش دلارش هم صفر است. خب دوستا در قسمت لیست مراجعین ما برتان باید بگویم که در اینجا دو نوع پول را شما ذخیره کرده میتونین. اولش واحد پولی دلار، یعنی همین امانت داره که در پیشتون پول امانت میگذاره، بعد واحد پولی در پیشتون پول امانت گذاشته میتونه. اولش لیره، دومش دلار، یعنی هم دلار در پیشتون امانت گذاشته میتونه هم لیره. حساب دلار و لیره را همزمان شما در اینجا ثبت کرده میتونین. وقتی که برشان صفحه باز کردین مستقیم هم حساب دلار برش باز میشه و هم حساب لیره برشان باز میشه. خب دوستای عزیز، ما یک حساب ایجاد کردیم. اینال همون نفر با ما 1-2 هزار لیره امانت میته، میگه در پیشت نگاه کن. اینال چه قسم ما میتونم این معلومات در برنامه خود ثبت کنم. در قسمت نمبر مسلسل، نمبر صفحه یا جلد که شما برش داده بودین، تعیین کرده بودین، او را در این قسمت میزنین، در قسمت نمبر مسلسل، و تاریخی که برتون پول تسلیم کرده چه وقت بوده او را تاریخش در اینجا انتخاب میکنین و مبلغ پول چقدر بوده او را در اینجا درج میکنین. خب به ما 2000 لیره داده. دوستای عزیز، در این قسمت یک آپشن است، آپشن دلار. اگر ایره چک بکنین به این معنی است که این 2000 دلار در پیشتون امانت گذاشته. اگر ایره چک نکنین به این معنی است که مستقیم لیره بوده. یعنی اگر دلار باشه دلار چک میکنین، اگر لیره باشه ضرورت نیست دلار چک کنین، مستقیم در حساب لیره ای 2000 لیره را ذخیره میکنه. اینال در پایین 1-2 آپشن دیگه داریم به نام اخذ و پرداخت. دوستای عزیز، اگر شما پول از پیششان اخذ کرده باشین آپشن اخذ انتخاب میکنین. اگر پول برشان پرداخت کرده باشین از امانتش، یعنی مقدار پول که در پیشتان امانت گذاشته از چیزی شما برشان پرداخت میکنین یا مکمل پولش پرداخت میکنین، در اون قسمت شما باید پرداخت بزنین. خب من اخذ میزنم. بعد از در قسمت یادداشت، هر چیزی که شما میخواستین یادداشت بکنین او را نوشته کرده میتونین. من فعلا چیزی به یادداشت کردن ندارم، به او خاطر در قسمت یادداشت چیزی نوشته نمیکنم. خب حالی که ثبت میگم، در قسمت پایین ببینین با احمد، یعنی در حساب احمد 2000 لیره جمع شده. حالی که از طریق لیست مراجعین چک بکنیم ببینین فعلا میگه ما از احمد 2000 لیره قرضدار هستیم. دوستا در قسمت بقیه اگر طرف چپ مقدار پول علامه منفی آمده بود به این معنی که شما قرضدار هستین. اگر علامه منفی نه آمده بود به این معنی است که امو پول که در پیشتان، امو نفر که پول در پیشتان امانت گذاشته او قرضدار هست. ایناله پس دوباره میاییم، این بار به احمد 1500 لیره دوباره از امی امانتش پرداخت میکنیم. به خاطر پرداخت کردن عین شکل نمبر حساب احمد میزنین. بعد از تاریخ پرداخت پول چه وقت بوده او را نوشته میکنین در اینجا و مبلغ پرداخت شده چقدر بوده او را در اینجا نوشته میکنین در قسمت مبلغ. بعد از او این بار به ای که پول ما به جان مقابل پرداخت میکنیم به او خاطر آپشن پرداخت باید انتخاب بکنیم و ثبت میگیم. قسمی که میبینین در قسمت پایین در حساب مبلغ پرداخت شده لیره این پول ذخیره شد. به این معنا دوستا ستون اولی پولایی که برتان داده میشه او ذخیره میشه، در ستون دومی پولایی که از پیشتان گرفته میشه او ذخیره میشه. عین شکل در حساب دلاری هم در قسمت مبلغ اخذ شده دلار پولایی که برای شما داده میشه او پول ذخیره میشه و در قسمت مبلغ پرداخت شده دلار پولهایی که از پیشتان گرفته او ذخیره میشه. خب دوستا در قسمت پایین 3 آپشن دیگه است به نام مشاهده، بروزرسانی و حذف. قسمی که در قسمت حواله براتون نشان بدم. در قسمت حواله در اینجا نمبر مسلسل و نمبر حواله داشتین. در قسمت نمبر حواله که شما خوانده بودین او را نوشته میکنین و در نمبر مسلسل همون صرافی که از طریق اون نفر از طریق صرف شما حواله را خوانده بودین او را میزدین. بعد از مشاهده میگفتین. در قسمت حسابات مراجعین هم عین شکل با عین کارکرد، فقط در این قسمت به جای نمبر حواله یک ستون است به نام شماره. از طریق ازی شما میتونین
یک پولی که در پیشتان امانت گذاشته یا پولی که برشان پرداخت کردین طرف جان مقابل او را چک بکنین. این آپشن مشاهده چه وقت میتونه به دردتان بخوره؟ وقتی که لیستایتان زیاد است، فقط یک پول که به یادتان است او را دادین اما جان مقابل اعتراض داره، میگه که ما همون پول نگرفتیم یا یک قسم یک پول ندادیم، کم زیاد دادیم. شما میتونین او وقت با استفاده از شماره و نمبر مسلسل میتونین از اینجا چک بکنین. خب به طور امتحان ما همین شماره 4 میخوایم یک بار چک کنم. شماره 4 و نمبر مسلسل هم 2 از طریق احمد خوانده شده. مشاهده میگم. ببینین شماره 4 بر ما آورد در قسمت، حالا بالا و پایین هم نمیره، به که ما همین شماره را خواستیم به ما نشان بده، دیگه لیست را به ما نشان نمیده. پس دوباره تازه ساختن جدول بگوین، مکمل معلوماتتان برتان میآید، معلومات جدولتان از طریق برود رسانی هم این شکل. یک پول که میخواستین شما ثبت بکنین فقط اشتباه ثبت شده، این شکل با استفاده از شماره و نمبر مسلسل شما میتونین در او تغییرات بیارین در جایی که اشتباه کردین. خب در این قسمت نمبر مسلسل 2 است، همین پول به ما 500 نه 2000 میبخشین، همین پول 500 نه 2000 ما با جان مقابل پرداخت کردیم، اشتباه شده، ما 500 نوشته کردیم، میره تایید میگم. ببینین در قسمت پایین 500 به 2000 تغییر خورد. حالا حساب احمد از طریق لیست مراجعین چک بکنیم. احمد فعلا باقی مانده ایش صفر است، یعنی پولش در پیش ما نمانده، مکمل پولی که به ما امانت داده بود پس گرفته از پیش ما. خب دوستا در اینجا فقط جزئیات اما معامله احمد از این طریق چک کردن نمیتونین از طریق لیست مراجعین، با یک جزئیاتش شما بخواین چک بکنین، یعنی احمد چقدر پول با چند قلم داده یا با چند قلم این پولایی که برتون امانت داده بود دوباره از پیشتون دوباره گرفته، او را اگر بخواین چک بکنین از قسمت بخش مشاهده در آپشن فردی کلیک میکنین. این شکل در اینجا نظر به نام مراجع یا نمبر مسلسل گفته یک آپشن داره. نظر به نام مراجع اگر بگوین در یک قسمت باید نام مراجع را نوشته بکنین، اگر نظر به نام مراجع را چک مارک نکنین باید نمبر مسلسل هم مراجعی که شما میخواین حساباتش ببینین و معاملاتش با جزئیات اگر بخواین ببینین، فقط نمبر مسلسلش در اینجا نوشته میکنین و بعد از او جستجو میگین. در یک قسمت ببینین میگن نمبر مسلسلش 2 است و نام مراجع هم احمد است. مجموع پول اخذ شده یعنی پولایی که در پیشتان امانت گذاشته شده بوده 2000 بوده و مجموع پولای پرداخت شده پولایی که از پیشتان گرفته پس 2000 است. باقی مانده تان صفر است، برای که 2000 در پیشتان امانت گذاشته پس 2000 از پیشتان گرفته و بقیه چیز نمانده. با دلار هم این شکل تا بالا نه یک دلار در پیشتان داده نه یک دلار از پیشتان گرفته، به خاطر بقیه صفر است. ایناله ما میخوایم همین احمد در اینجا دوستا ببینین جزئیاتش هم برتون نشان داد، میگه احمد است 2000 برتون داده در این تاریخ و 2000 هم از پیشتان گرفته به این تاریخ، شمارهش هم با این شماره، یعنی با جزئیاتش در پایین برتون لیست میکنه. حالا تازه ساختن جدول بویم دوباره مکمل معلوماتتون برتون میآید. خب در حساب احمد ما میخوایم یک 100 دلار، یعنی فکر کنین احمد برتون 100 دلار امانت داده، در قسمت نمبر مسلسل شماره جلد احمد نوشته میکنین و در این قسمت هم 200 دلار چک مارک میکنین به که در حساب دلارش داخل شود، پول برتون داده ثبت میگین. حالا ببینین در مبلغ اخذ شده دلار 200 دلار از طرف احمد در پیشتون اضافه شد. حالا از طریق لیست مراجعین اگر احمد چک کنیم در یک قسمت ببینین میگه 200 دلار احمد در پیشتون است، فعلا 200 دلار قرضدار هستین. اگر از طریق فردی شما از بخش مشاهده چک بکنین دوباره جستجو که بگوین در یک قسمت هم این شکل مجموع معامله لیره و دلار که شما همراهش انجام دادین نشان میده و در قسمت پایین هم اما معامله‌ای که همراهش کردین او را برتون نشان میده. خب دوستای عزیز
ایجاد حساب براتون گفتم بروز رسانی حساب به این معناست یک حساب به یک نفر شما باز میکنین، فقط نامش اشتباه میشه یا نمبر مسلسلش اشتباه میشه، شما میتونین از طریق بروز رسانی حساب در قسمت نمبر مسلسل را وارد نمایید گفته یک آپشن است. در این قسمت همون نمبر مسلسلی که برش داده بودین از اول او را نوشته میکنین. مثل که من احمد میخوایم در اینجا چیز بکنم تغییرات بیارم، بعد از جستجو میگین در قسمت پایین براتون نام و نمبر مسلسل و اگر عکس داشته باشه عکسش براتون نشان میده. بعد از او اگر عکسش خواسته باشین یا نامش خواسته باشین نمبر مسلسلش خواسته باشین شما تغییر آورده میتونین. من این بار میخوایم احمد تا بالا عکس نداشت، عکس احمد هم در برنامه اضافه بکنم. سر وارد کردن عکس کلیک میکنم، بعد از عکس خود از طریق وارد کردن عکس انتخاب میکنم، اوکی میگم. عکس احمد فعلا آمد، بعد از تایید میگم. خب این هم ذخیره شده. این حال احمد اگر چک بکنیم ببینین دوستا عکس احمد هم به ما ظاهر شد. خب تازه ساختن جدول میگم. خب دوستا بعد از برودرسانی حساب حذف حساب است. شما از طریق حذف حساب یک نفر میتونین حسابش حذف بکنین، فقط نامش از لیست مراجعین حذف میشه، یعنی بعد از او با او نمیتونین شما با او نمبر جلد معامله انجام بدین. فقط حسابایش در قسمت جدول میمانه، به ای که یگان وقت میشه از پیشتان هم معامله‌ای که عملایتان کرده از پیشتان بخواه، به او خاطر معاملهش از جدول پاک نمیشه، فقط نامش از لیست مراجعین حذف میشه، به ای که دوباره به طور اشتباهی به او کام چیز اضافه نکنین در معامله او، کام معامله دیگه اضافه نکنین. خب از طریق لیست مراجعین هم این آپشنش قسمی که در قسمت حسابات مخاطبین براتون نشان داده بودم این شکل با این کارکرد کار میکنه. شما میتونین در اینجا لیست هایتان زیاد باشه، از طریق نام مراجع یک مراجع تان پیدا بکنین. اگر ایره چک مارک نکنین از طریق مسلسل شما میتونین یک مراجع که در اینجا میخواین اما پیدا کردن نمیتونین پیدا کنین. تازه ساختن هم بگین دوباره لیست هایتان مکمل ظاهر میشه بعد از شروع کردن. و در قسمت راپور از حسابات این آپشن بسیار مهم است. وقتی که یک مراجع تان از پیشتان حسابایش میخواه معاملایش میخواه، شما چه قسم میتونین برش راپورش بتین. از طریق راپور از حسابات شما میتونین راپور و نفر بگیرین و برش روان بکنین. در قسمت نمبر مسلسل شما نمبر جلد همون نفر که میخواین راپور بگیرین از معاملایش او را نوشته میکنین. و در قسمت تاریخ شروع و تاریخ ختم دوستا اگر معاملهش از اول تا به آخر اگر بخواین برش روان بکنین تاریخ ها را از اینجا حذف میکنین، از اینجا حذف میکنین. بعد از اون دانلود میگین. در یک قسمت پی دی اف 24 را انتخاب میکنین به که به شکل پی دی اف شما دانلود کرده بتونین. خب پی دی اف 24 من انتخاب کردم، در پایین آمد برام دانلود شد. این حال در اینجا اگر این ازلمه بگوین پیش از که به پی دی اف راپورش بگیرین معلوماتش یک بار چک میکنین که صحیح است یا غلط است. از این طریق میتونین چک بکنین. ببینین معامله احمد است، میگه حسابات احمد است، تاریخ شروع تاریخ ختمش در اینجا ذکر نکرده. به ای که دوستا ما نظر به تاریخ نخواستیم راپورش بگیریم، از اول حساباتش تا آخر حساباتش خواستیم راپورش بگیریم. و در این قسمت هم تاریخ راپور از داخل که تکمه را شما کلیک میکنین دانلود گفته، از همون قسمت تایم کامپیوتر تان چنده که باشه او را در این قسمت نوشته میکنه، یعنی تایم اخذ راپورتان چه وقت شما راپورش اخذ کردین او را براتون نشان میده. و در قسمت پایینم حسابای لیره و حسابای دلارش براتون مجموعش نشان میده. و این را اگر بخواین به شکل پی دی اف قید بکنین پی دی اف قیدت
این آپشن را کلیک میکنین. بعد از در این قسمت در کجا باید این ذخیره شوه او را کلیک میکنین. نام راپور را چی باید بتین او را نوشته میکنین. در این قسمت ما احمد نوشته میکنم، با یک راپور احمد است، احمد ریپورت. این را سیو میگم. در قسمت دسکتاپ ما حالا از راپور احمد راپورش به شکل PDF ثبت شد. این را یک بار باز بکنم که براتون دقیق معلوم شود. این را یک کمی خورد بکنم. خب دوستا ببینین مگر راپور حسابات MGM حواله حسابات احمد است. تاریخش ذکر نکرده، به یک از اول تا به آخر ما راپورش گرفتیم و در یک قسمت هم مجموع پرداخت شده لیره و باقی مانده لیره، این شکل مجموع دلار معامله دلار براتون نشان میده همراه باقی ماندهش که چقدر باقی مانده. اگر علامه منفی بود به این معنی است که شما قرضدار هستین، اگر مثبت بود به این معنی است که جان مقابل قرضدار است. این شکل دوستا وقتی که شما یعنی مشخص از یک نفر راپورش نگیرین، به خاطر خودتان از یک تاریخ تا یک تاریخ بخواین چقدر همراهی که معامله کردین او را بخواین بگیرین، نمبر مسلسل هیچ نمیزنین، همون تو صفر می باشه اتومات و تاریخش شما در اینجا انتخاب میکنین. اگر تاریخ هم انتخاب نکنین مکمل معاملاتتان از اول تا آخر براتون میتونه دانلود بکنه که همراهی که چقدر دانلود کردین از اول تا بالا. این سیو میگین. ببینین در این قسمت این شکل این بار نامم ذکر نکرد، به که ما از کلاگی راپورش خواستیم و از اول تا بالا ما همراهی که چقدر کار کردیم و را به ما راپورش کشید. این شکل شما میتونین به شکل PDF ثبت بکنین. خب در قسمت خروج هم از این صفحه خارج میشین. این بود بخش حسابات مراجعین و در قسمت تبادل اسعار هم شما میتونین پولایی که خرید و فروش کردین دوستای عزیز، از دلار به لیره، از دلار به یورو، از یورو به افغانی، پولایی که شما خرید و فروش میکنین در این قسمت میتونین ذخیره بکنین. این تاریخ ها را دوستا در عین تاریخ اگر شما معاملاتتون انجام داده باشین تغییر نمیتین. اگر در دیگه روزا معاملاتتون انجام داده باشین و فقط در این روز میخواین قید بکنین، تاریخ ها را باید هر دویش نظر به تاریخ همون روز تغییرات بیارین و مبلغ اسعار هم پولی که شما میخواین بخرین یا پولی که میخواین شما بفروشین او مبلغ میزنین. در این قسمت همین مبلغ که میخرین یا میفروشین افغانی است، دلار است، یورو است، واحدش انتخاب میکنین، نوعیتش. بعد از اون نرخ روز با جان یعنی یک پول میتین که در مقابلش پول میارین، نه پول میگیرین. این شکل در این قسمت مثلا افغانی اگه باشه امی واحد پولی نظر به افغانی چقدر بوده، نظر به روز، نظر به نرخ روز، نرخ روزش در اینجا انتخاب میکنین. بعد از در این قسمت هم نرخ روز دلار مثلا اگه این افغانی باشه این قسمت اگه افغانی باشه مثلا یک دلار ما چند افغانی میشه، در این قسمت شما باید او را نوشته بکنین. دوستا یک چیز از یادتان نره، همیشه باید قیمت فروش دلار شما در اینجا انتخاب بکنین، به اینکه دلار شما هر وقت باشه میخرین یا براتون میفروشه، به او خاطر شما باید ایره نظر به نرخ فروش دلار نرخ روز دلار را تعیین میکنین. بعد از تایید میگین در قسمت هم ثبت میشه. امروز یک کمی سلوس ما چون مشکلش چی است اونم انشالله بعد از ثبت ویدیو حل خواهد کردم. خب دوستا تبادل اسعار هم خلاص شد، براتون راهنمایی کردم. اینال در اینجا یک آپشن دیگه داریم، اخذ راپور. دوستای عزیز در قسمت حسابات مراجعین راپور از حسابات گفته ما تنها راپور حسابات مراجعین گرفته میتونستیم. در این قسمت اخذ راپور ما میتونیم هم راپور حواله را بگیریم از این صرافایی که ما همراهش معامله داریم، راپور او را بگیریم و هم میتونیم پولایی که در اینجا ما خرید و فروش کردیم او را ثبت کردیم او را راپورش نظر به تاریخ بگیریم. خب در قسمت اخذ راپور کلیک میکنم. در اینجا دو آپشن داریم، یکی راپور حواله است، دیگهش راپور تبادل اسعار. در قسمت راپور حواله‌ای که شما همراه صرافا انجام دادین او را راپورش گرفته میتونین
و راپور تبادل اسرار را که کلیک بکنین شما نظر به تاریخ از کدام تاریخ تا کدام تاریخ اگر تاریخ از اینجا حذف بکنین شما میتونین مکمل اما خرید فروش پولای را که کردین از اول تا به آخر و را چی بکنین راپورش گرفته بتونین. خب ما در قسمت راپور حواله میایم. در این قسمت دوستا وقتی که نمبر مسلسل بتین تنها معاملایی که مربوط به نمبر مسلسل میشه یا مربوط به همون جلد میشه او را برتون میکشه. اگر تاریخ نتین در قسمت وقتی که نمبر مسلسل میزنین در قسمت تاریخ نمیتین معامله همین نفری که در اینجا نمبر مسلسلش زدین از اول تا به آخر برتون میکشه. اگر نظر به تاریخ بزنین از تاریخ شروع تا ختم بین همون تاریخ ها چقدر معاملایی که کردین برتون او را میکشه. یعنی معاملایی که از تاریخ شروع تا به تاریخ ختم چقدر همراه این نفر معامله کردین او را برتون راپور میگیره. حالا ما خب در این قسمت یک بار چک کنم کیا هست همراه و همراه کیا معامله کردیم. همراه احمد شاه معامله کردیم میخوایم از معاملای احمد شاه راپور بگیرم. در قسمت اخذ راپور میم در اینجا نمبر مسلسلش میزنم. نمبر مسلسلش 2 بوده. من نظر به تاریخ نمیخوایم مکمل معاملایش میخوایم که از تابال از شروع کار چقدر معامله کردیم همراه بیادر ما راپور میگم. بعد از در این قسمت این شکل که به شکل پی دی اف راپور خود اخذ کرده بتانیم پی دی اف 24 میگیم. بعد از او اوکی میگیم. در پایین هم آپشن پی دی اف ظاهر شده ایره سرش کلیک میکنیم. این ازلم اگه بگوین پیش از اینکه با پی دی اف ثبت بکنین یک بار چک کرده میتونین. یک قسم حسابات احمد شاه میگه از تاریخ با یک تاریخایش ذکر نکردیم به او خاطر با ما تاریخایش در یک قسمت نشان نداد و تاریخ اخذ راپور هم ساعت 6:54 روز یعنی 21 فبروری 2021 است. قسمی که در اینجا میبینین. خب در قسمت پایینم دوستا مجموع مبلغ فرستاده شده به این معنی است که حواله‌ای که شما خواندین طرف جان مقابل یعنی 821 دلار شما تابال حواله خواندین از جان مقابل 821 دلار قرضدار بودین و مجموع مبلغ گرفته شده. حواله‌ای که از طرف جان مقابل پرداخت شده براتون حواله خوانده شده یا پولایی که از جان مقابل براتون پرداخت شده او را براتون نشون میده. باقی ماندم شما چقدر که قرضدار هستین یا جان مقابل چقدر قرضدار است او را نشون میده. مجموع بقیه تان یعنی و در قسمت مفاد از همین حواله‌ای که شما خواندین به جان مقابل چقدر مفاد گرفتین و را نشان میده و ایرا میتونین کنسل بکنین و از قسمت پی دی اف قیدت و پی دی اف ذخیره بکنین. خب این بار اگر ما بخوایم که نظر به نمبر مسلسل نکشیم مکمل معامله‌ای که همراه کیا صورت گرفته از اول تا به آخر او را راپور بگیرم در اینجا نمبر مسلسل 0 تاریخ ها را خالی بانین بعد از او راپور بگیرین. اما از وقتی که معلوماتتان در برنامه به ثبت کردن شروع کردیم تا به امروز چقدر معلوماتتان که باشه مکمل براتون راپور میگیره به شکل پی دی اف. بعد از باز اون ازلامه میگم خب دوستا قسمی که دیدین مکمل معلومات ما را بکشید. در اینجا نام بچه خاطر خالی من به که یعنی راپور یک شخص مشخص نکشیدیم از کل گیره کشیدیم همراه که تابال چقدر معامله کردیم گفته مکمل معلومات که در برنامه ما ثبت بوده و را به ما در یک قسمت چیز کرد راپورش گرفت. و این شکل شما اگر بخواین به شکل پی دی اف ثبت بکنین پی دی اف قاعده گفته کلیک میکنین. بعد از در قسمت نامشه و در از این قسمت هم در کجا باید ثبت بکنین این پی دی اف موقعیتش انتخاب میکنین. ما در قسمت در دسکتاپ میخوایم ذخیره بکنم سیو میگم. خب برام آورد یک قسم
به شکل PDF شما میتونین معلوماتتان به دسترس خود داشته باشین و هر وقت خواسته باشین این PDF هم از طریق واتساپ یا از طریق دیگه برنامه مجازی به جان مقابل روان کردن میتونین. خب دوستای عزیز، از طریق بروزرسانی نام کاربر شما میتونین نام کاربری که از طریق از وارد برنامه تان میشوین او را تغییر بیارین. در قسمت کلیک میکنین، نام کاربر فعلی که شما استفاده میکنین تا بالا استفاده میکنین از طریق از وارد برنامه میشین او را نوشته میکنین جانباز. این حالا نام کاربر جدیدتان چی باید باشه او را در این قسمت نوشته میکنین. من جانباز 1 میگم و در قسمت تکرار نام کاربر جدید همین نام جدیدی که شما میخواین را دوباره تکرار میکنین جانباز 1 و در قسمت هم رمز و عبور برنامه را نوشته میکنین. رمز و عبورتان چی است؟ هر چیزی که است او را شما میتونین نوشته بکنین. خب از ما جانباز است، باز تایید میگم، تغییر خورد، ایره ایگنور میگم. پس دوباره که در برنامه بیاین جانباز گفت نوشته کنم ببینم کار میته یا نمیته. نام کاربر سابقم وقت که تایید میگم ببینین میگن نشانی از کلمه یا رمز عبور 550 است. نام کاربر و یا رمز عبور اشتباه میباشد لطفا دوباره وارد نمایید. به که من نام کاربر خود تغییر دادم جانباز 1 و پسورد من جانباز. این رو وارد میگم. این بار موفقانه نتونستم وارد برنامه خود شوم. این شکل قسمی که نام برنامه را شما نام کاربر برنامه را تغییر دادین میتونین رمز و عبور هم از طریق بروزرسانی رمز و عبور میتونین تغییر بدین شما دوستای عزیز. در این قسمت رمز فعلی که شما در برنامه استفاده میکنین او را میزنین. در قسمت پایین هم رمز جدیدی که شما فعلا میخواین داشته باشین او را نوشته میکنین. در این قسمت هم تکرار رمز جدید و در این قسمت هم اگر خواسته باشین یک از چیزتان از رمزتان یک نشانی میتونین داشته باشین. اگر نخواسته باشین کام فرق نمیکنه. و این هم بود دوستای عزیز برنامه MGM حواله. امید دارم که خوشایند همه تان باشه. تشکر به این که تا این دم همراه ما بودین. وقتتان خوش. خداوند یار و مددگار همه تان.